چالش 6 روزه سفر به دبی. روز اول یه استارت عالی. برای رفتن به دبی علاوه بر بلیت پرواز و واچر و نیاز به ویزا هم دارید. انواع ویزا رو تو کپشن براتون نوشتم. مدارک مورد نیاز واسه ویزا هم یک قطعه عکس 3x4، پاسپورت، عکس اول شناسنامه و عکس کارت ملیتونه. اگر مشکلی نداشته باشی ویزا یه روزه در روزانه کلی پرواز از تهران به دبی یا شارجه در حال انجام. البته فرودگاه شارجه 1.5 ساعت فاصله تا خود دبی داره. خب پروازاش هم ارزان‌تره. قشمیر، ایران تور، ماهان و سپهران پروازهای ایرانی. فلای دبی و امارات هم پروازهای خارجیش هستن. البته پرواز ایر عربیا به خود شارجه میره. بعد از 2 ساعت و نیم که به فرودگاه دبی رسید، اگر از سمت راست خارج بشید تمام کارها به صورت الکترونیکی انجام میشه و اگر از سمت چپ خارج بشید مسئول گیت کاراتون رو انجام. فرودگاه پولتون رو چنج نکنید چون که نرخ تبدیلشون خیلی بالاست. برای اینکه هزینه‌های گزاف تاکسی هم ندید از مترو استفاده کنید. راستی یادتون نره که حتما 4 ساعت قبل از پروازهای خارجی باید فرودگاه. حالا که تا اینجای ویدیو رو دیدید سیو کنه برای دوستات بفرست و لایکش کن. منتظر چالش بعدیمون باش که در مورد هتل‌های دبیه.